موجب آسایش شماست اگر در مصرف آن توصیه‌های ایمنی رو جدی بگیرید. ببینیم. همینا که شما در منزلتون مشغول استراحت هستین، هستن خانواده‌هایی که از این نعمت بی بهره‌اند. مطلع شدیم خانواده‌ای مدتی کنار خیابون زندگی میکنن. همینطور که میبینیم وضع مناسبی هم ندارن. ببینیم چند کلمه‌ای با این خانواده صحبت کنیم. با اجازه. بیاین شما دنبال من. عزیزان تشریف بیارین اینجا. بریم ببینیم. ما هر رو خبرنگار داریم. بگو چی میخوای؟ من خودم تلویزیون بودم بالاتم. چرا مدتی اینجا زندگی میکنید؟ مگه خودتون خونه و زندگی ندارین؟ چرا؟ ما خیلی خونه خوشگلم داشتیم، خیلی هم قشنگ بود، ولی خب یه دفعه اینجوری شد دیگه. اونجا رو نگاه کن، سرپرست خانواده ها که مثلا خوافه تا صبح با هم مواظب باشه سگ نیاد ما رو گاز بگیره. چرا روزگارتون اینجوری شد؟ پسرمه. بله؟ پسرمه اومد خونمون عید نرفت، انقدر مود تا این بلا سرمون اومد. آش دوست داشت، میخواست آش درست کنه. آش درست کنه؟ بله دیگه. اجاق گاز ما خارجی بود، الان خیلی خوکشلا ها. بعد اومد پسرمه هیزون ریختوش، رفت هوا، انفجار، همه با هم، همسایه ها. هیچی کمکتون نکرد؟ دوست، فامیل کمک کنه؟ همه خندیدن، گفتن عقل تو کلتون نی؟ خاک نه، همین خندیدن. از مسئولین محترم کسی بهتون سر نزده تا حالا؟ اوه محصولین رو نگه، دلم خیلی کبابه. انقدر خودشون گفتن ما خونه نداریم، سر و وضع خوبی هم نداشت. آقا شما تو تلویزیونی به محصولین بگو به این محصولین خونه بدن که هی نگم ما انقدر اجاره نشینیم بدبختی. شما الان هر پیامی داری میتونی به ما بدی. من کوچکتر از اونم که پیام بدم. شما چی؟ پیام ما بدبختی. خدا بچه ها سلام، خوبین، خوشین، سلامتین. میبینم که بعضی از بچه ها شاداب و سرحال و خوشحال الان نشستن. برای چی؟ برای اینکه برنامه خودشونو ببینن. اما متاسفانه وقت برنامه‌مون داره تموم میشه. بچه ها باید صبحانه‌شون رو بخورن که قشنگ برن به مدرسه. الان ما میتونیم فقط برای شما یک سریال قشنگ پخش بکنیم. سریال؟ بابا جانم اینجا چه تلویزیونی ما داریم، هیچ کس نداره. پخش بکنم چون خودم یه کارهایی دارم. بلند شو. این سریال بسیار موفقیه که بچه‌ها خیلی دوستش دارن. آقای تلویزیون نری تو خیابون ما واسه دنبالت بیاین. بچه‌ها از ما درخواست میکنن که هر روز صبح این برنامه رو براشون پخش بکنیم. الان تلویزیون درجه 3 عالیه. سریال مرغ تنبل. صابونه حاضره. این دیروز تخم کرده، امروز فکر نکنم تخم کنه. خیلی افاده داره، میگه هر روی شکم بزن هیکلم خراب میشه. صبحانه به به. نوش جان بفرمایید. نمیدونم چرا امروز من میلم به صبحانه نمیره. هر روز همینو میگی، اصلا هیچی نداریم که بخونی. شیشه شیر خالیه، مگس افتاده توش، اصلا هم که هیچی نداره. مورچه ها میان زبونشونو میمالن بهش، میبینن شیرین نیست، تازه فوشمون هم میدن میرن. اونو نه اگه بخوری لپت سولاخ میکنه، از این بنستونتت میاد بیرون. فهمیدی؟ پنیرم که کردی تو شیشه زندانی،
هر روز ما نون میمالیم به شیشه‌اش که مبادا یه موقع تمام بشه. اصلا چی بخوریم؟ امروز میخوام بهت پنیر بدم. امیری ما اینقدر پنیر نخوردن نمیدونم مزه پنیر مثل کرس یا حلبرده بوشن کافی از سرمون زیاد. ببین یواش بگیره یواش در نره سردانه قلاب و صف بنداز نفسشه چلاش کنده نه. میخوام 20 بگیری امروز. به خاطر این پنیر 20 بگیرن؟ این اگه صفر نشن همون 1 و 2 بسشه. ما اصلا مدرسه نمیرن. چند وقت میگی برات یه لنگ کپش میخرن اونم که نخریدی که. گفت میخرم میخره. ببین یه لنگ پا در هوا با کلاغا یه لنگ پا دارم میرم به مدرسه برای مخشو هندسه شاگرد اول بشن از همه بهتر بشن. شاگرد اول خوبه از همه بهتر خوبه. میگن که دکتری خوبه با از که دکتر بشی. نه مهندسی خوبه با از مهندس بشی. نه بیزینس خوبه با از بیزینس بشی. نه فلان جور خوبه با از فلان جور بشی. سلام اولاغ عزیز حالت چطوره؟ خوب و خوش و سلامتی کارت چطوره؟ اولاغ جان ناراحت نشی ها شما فامیلا هیچ وقت درس خون نبودین. شما ها که نتیم مثلا شاگرد اول بشین. شاگرد اول خوبه از همه بهتر خوبه. شاگرد اول خوبه از همه بهتر خوبه. مگس حواست کجاست؟ کیف و کتافت کجاست؟ بازم میری ولگردی دور سرم میگردی. حالا آواز در دستگاه مگسی ویز 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 مگس جان دارم میافتم بابا جون بگی منو درسم زیاده بابا جون بگی منو هر روز کلاسه بابا جون بگی منو مخم خلاصه بابا جون بگی منو دارم میافتم بابا جون بگی منو بگی منو بگی منو بگی منو بگی منو. بچه‌ها ما باید یاد بگیریم که به همدیگه محبت کنیم. کلا قرمزی چی شده؟ انفجار دوز اومده مارمولک کرده تو شلوارم. کلا قرمزی نترس اینجا کلاسه. امروز مشقاتو نوشتی؟ باهاست نوشته باشم. قربون دستت هم معلم. بی زحمت خودت از تو کیفم وردار من جون ندارم. بچرخ. چیه دیگه؟ بسته دیگه. چی بسه؟ کله یادم معلومه زشته. مگه توالت اوپن میشه؟ سنه باز دوباره اخراج. 100 بار گفتم این مادر گربه رو دعوا نکن پیشتش کنی. این فکر کنه من مامانشم اون وقت میره تو کیف من قایم میشه. حالا چرا انقدر وول میخوری؟ نکنی بچه گربه تو جیب شلوارته؟ نه گربه رو از مدرسه اخراج کردن. خب به چته؟ هر روز میرفتم دستشویی تو مدرسه. البته واسه درس خوندم من میرفتم ولی خب امروز اخراج شدن دیگه نتونستم برم. برو دستشویی. این کار داره این تا درست بشه در نداره اصلا. نه در داره نه دیوار. ظریفکاریشم مونده. خب کجا برم آخه؟ برو این خونه همسایه این سرهنگه دیگه. اونو که اصلا نگو. دفعه آخر برای اسلحه که گفت دیگه نیای این تلفها. خب برو یه جای دیگه. این همه خونه. داره میریزی.
سلام هاجر خانم، حالت خوبه؟ علیک سلام. بله. میدونی که من بچه ها رو خیلی دوست دارم. بچه ها خوبن؟ خانم نزد این بچه ها دوباره بیاد بره دستشویی. سلام برسونی. مرحمت عالی. هوشنگ جان، اگه اومدی واسه دستشویی هیچ که خونه نه، درم قفله، برقم رفته، آب خونم قطعه، کلیدم گم کرده. زنگ بزن 100 و نمیدونم چند بیان کمکت. از توالت دیگه خبری نیست. آخه چرا آقای موسیو؟ اون روزم گفتی توالت میخوام، ولی بعد فهمیدم رفتی اونجا رخت شستی. برو جای دیگه پسر، این همه مغازه. آخه شما موسیقی خوبی هستی. نوشابه بخوایی میدم، دستمال کاغذی میخوایی چشم، سس میخوایی اونم به چشم، ولی توالت خبری نیست. موسیو گرلویک آشتوان هاشتورنگ لاون گرنرنگ شادم سیرو میرنگ. تو رو خدا. ببین دستم به سنم نمیرسه، نوکرتم با وفاگیرم. باز التماس میگم من مشتری دارم. مبارکه، مدل بالا، سلف کیلومتر. برو یه ساعت دیگه بیا. چشم. تا یه ساعت دیگه که من تو محل آبرو ندارم. برو میگم. دردمو به کی بگم؟ خرافه؟ اینور که کسی نیست، اونورن که کسی نیست، اونجا که کسی نیست. جان کسی اینجاست؟ کیه؟ صدای نفس. قصه نخور، بارون اومده نم کشیدی، برات نفت میگیرم. واسدی که اون گلنگی کف شدم سگی ببره. وایسادن دمچین داشتم فرار میکردن، کفشم انداختم خیال کنه سنگه، بعد اون خیال کرد قاقا، برداشت دارن. گفتم من مال دنیا چی دارم، بزن قلکن اون دلش خوش باشه. ایدی به تنم نزنی. خیلی خوب. سگا کفش قشنگ باشه میخورن، آدم گوشنش بشه سنگم میخوره. میگی ها؟ من بچه بودم زیر شیر آب شسته بودم ولی نمیشه، شما امتحان نکن. که خورد و خوراکت خوبه، هیچ وقت گرسنه نبودی. خیلی سیرن که نبودن. میگن آیرجی میشه یه روزی که من هرچی دلم میخواد داشته باشم؟ بله که میشه، بله که میشه، همه چی شدنی. آخه من خیلی آرزو دارم زیاد. به سرخاله میگه با اصلی به فرشته های آسمون بگم. ای میدونی آدم هرچی ته دلش بخواد براش جور میشه. توی فرشته خوب از آسمون نگاه کن، ببین چه دردی دارم، بیا دردم دوا کن. بگو که هرچی میخوام بازم کنار بذارم، بگو به همراه باد سر راهم بیارم، سر راهم بیارم. یه جفت کفش، یه کفش خوکه، نگاه کن ای فرشته، رو پیشونیم نوشته. نگاه کن ای فرشته، رو پیشونیم نوشته. صد آرزو دارم، صد آرزو دارم. فرشته جان، فرشته جان، رفتی پشت افرا قایم شدی قایم موشک؟
شاید یه صدا نشنفی. الان بای میسن صدام بیشتر بره. تو کلمه سنگه چی شد؟ کجا به کجا آمده؟ درختان کلش رو میامدن جلوی من، دوباره زمین میامد جلو، سنگه میامد میخورد به من، میرفت عقب دوباره. اون چیه؟ بچه؟ تو باغ بود. بچه کیه؟ چه میدونم، هیچ کسی اونجا نبود که. 100 دفعه بهت گفتم یه چیزی پیدا میکنی بر ندار. الانم ببر بذار سر جاش. آفرین. این هر چیزیه. این نازدان خوکشله. چقدر شکل کلا قرمزیه. شکل کیه؟ بچه این چرا شکل توه؟ شکل منه. آخه بابا دادا بوس بابا بوس. چرا میگی بابا دادا بوس؟ خب به بچه ها اینا رو میگن دیگه. رفتی قدم بزنی چرا اینقدر طول کشید؟ آخه داشتم با فرشته درد دل میکردم. این فرشته خانوم کیه؟ فرشته خانوم کیه؟ فرشته آسمونا، اون که تو ابراز. داشتم باش حرف میزنه، نمیدونم چجوری از اون بالا به من پشت پا گرفت، افتادن زمین قل خوردن، اومدن پایین اینو پیدا کردن. پس این ربطی به تو نداره. یعنی این بچه مال من باشه؟ تهمت غیبت من زن دوم؟ تازه من بچه میخوام چیکار؟ سر پیری و زنگوله پا تابون. اگه قرارش درس نخونه خب خودم دارم میخونم دیگه. چیزی که به تو مربوط نیست و ببر بذار سر جاش. مامان تو الان این مامانت میایه. مادر بچه کجایی؟ چه نمیایه و صداد بکنه؟ عجب. کل آقا شما یه بچه گم نکردین؟ بچه جان با این بچه کاجا بازی کن تا پدر مادرت بیان پیدا کنه، هر جا باشم میان دیگه. من رفتم، خداحافظ. بچه تهران گذاشتی سر جاش؟ بله گذاشتن که قایمش نکردن. از همونجا که پیدا کردی گذاشتی همونجا دیگه؟ بله دیگه. حالا نمیشه پیاز پوست نکنی عکس بریزیم گله گله؟ ما اعصاب سوال جواب ندارم ها. بی‌پناه طفل معصوم. من گذاشتنش همینجا، نمیدونم کجاست. آهای بچه اینجام که نی. کجایی بچه؟ بچه کجایی؟ از سگم که خبری نی. همه جا رو بگردیم. من رفتم این طرف. این پدر مادرش احتمالاً اومدن بردنش. بچه جان من اون برا نمیبینم، مواظب باش تصادف نکنی با مرغه. من پول ندارم، تو هم که بیمه نداری. خسارت. پیداش کردی؟ با بدبختی پیداش کردن، داشت میافتاد تو جوف آب. بچه این چرا شکل توه؟ باز تهمت غیبت. بچه جان خودت بگو، ارقا کن، من و تو قبلا همدیگر رو دیده بودیم. بفرما حرف میزنه؟ این آقای مرجیه دیگه. اینم پسر خاله جان. نازدار اینجا خونه قشنگمونه، نگاه کن. اینم خودم دیگه، آقای کلا قرمزی. میگم آقای مجری بگه کالسکه قنداق شاید نامه چیزی داشته باشه. آره
ببخشید وایسا خوراکی نداره؟ شکلاتی؟ نه. آفت‌نباتی؟ نون بگیرم. آخه ایره نافشون. ایره اون زیرش هم با کن. آخه ببینیم بچه‌مون چیه؟ خیر ببخشید. آخه قند اصله مثل خودمه. گیگیلی بچه بی‌تربیت هوایی خجالت بکش. مگه آقای مرزی توالت عمومیه؟ ادب تربیت. ما نمیتونیم بچه اینقدر نگه داریم. ما نمیتونیم. بچه هست دیگه آقای مرزی. عقلش نرسه که آه این دیگه چیه؟ زور میزنه شرم داره. چرا این رنگیه؟ چی خوردی بچه جان؟ زشته. من نمیتونم بچه اینقدی بشورم. منم نمیتونم. چرا همه به من نگاه میکنی؟ من که اصلا بلد نیستم. این بچه رو میشوری؟ خب فکر کن اینم لباسه، فقط نچرونه. بشور و بساب، حالا بشور و بساب، حالا بشور و بساب و بشور و بساب و بشور و بساب. ملافه میشوریم. این بچه هم بشور. پیرن میشوریم. این بچه هم بشور. شلوار میشوریم، پیرهن میشوریم. همه لباسی را، تموم پرده ها، رخت بچه ها، رخت شوهرها. عیدا که میشه بچه هم میشوریم. فرشن میشوریم، فرشن میشوریم، رفتن میشوریم، رفتن میشوریم، فرشن میشوریم، فرشن میشوریم، رفتن میشوریم. ما اینجا لباس میشوریم، بچه نمیشوریم که. خب اینم بهشون چه فرقی میکنه؟ ولی توش نکنی ها، میشه مثل موقع گرفتار میشیم. شاستی هم باد ببرش مثل باد مادر. مگه کار ما بچه شوییه، اتو شوییه. اتو شاستی ناغلا، فقط لباس میشوری. دیدم خودم. خب اینم بنداز این تو، یه چرخ میزنه تمیز میشه. فکر میکنه هم دریا رفته هم شهر بازی. خب عزیز من بچه رو بندازم تو دستگاه خفه میشه میمیره. خب فکرشان نداره، بندازش توی این که درش بازه هوا بره تو. اون کار نمیکنه، توش مواد ریختم. مواد؟ خدا مرگم بده داداش. مواد دم که میریزی. میخوای بچه هم معتاد بشه؟ نخواستم بیام بریم بوگندو جان. بیا اینم بذار رو تاق این ماشینا. از اون طرف تمیز میاد بیرون دیگه. اینجا کار باشه. کار باشه، کاسفی باشه، اکشالی نداره. خب اینم بشوری عیبی داره؟ نمیشه، اینجا فقط ماشین. خب فکر کن اینم ماشینه دیگه، فقط صندوق عقبش کفیس شده. اتاق ساله، سلف گیرومه. چی گفت بیای تو ماشین؟ یا پای میبینم الان صاحبش میاد. این چشم میاد. بیا بچه جان، ببین همون که ترس نداره. نگاه کن اون برا، این برا نگاه کن. دیدی همه میان تمیز میشن. من اندازه تو بودن اینقدر از همون نمیترسیدن. هی گفتن کی میشه دوباره برن همون. آقا کجا؟ اونجا همون زنونه است. یه برو حیا کن. خودم میدونم زنونه است. بردمش مردونه. مردا بلد نیستم بچه بشورن، واسه همه آوردمش زنونه. بچه رو زنونه یه کجا بری؟ برو مادرش بگشته. مادرش از کجا بیاره؟ این بچه گم شده. مادرش رفته معلوم نیست کجا. منو گذاشته با این بچه سن سیاه زمتون تهنا. برو دیگه. چشم توی
دنیا هر کسی یه جوری بچه‌شو میشوره، این کهنه میذاره اون کهنه نداره. دیدی پسر جان، این بچه دنبکم گفت باید بدمت به پلیس، پس آخرین حرکات موزونت هم بکن اونجا از این خبرانی. نه 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 نی 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 نی. مادره گم شده یا بچه؟ مادره واسه این گم شده، اینم واسه اون دیگه. این گم شده چرا اینقدر بو میده؟ مگه هر کی گم بشه نمیتونه بو بده؟ این بچه از چندونه کجا بو بده کجا بو نده؟ ببینم این بو میده. چرا شکل توه؟ شکل منه. خانما، آقایون، اکبری، این شکل کیه؟ این؟ ها؟ این شکل... ها، شکل کیه؟ این شکل اینه. بفرم، اکبری هم فهمید. چی؟ بچه جان بیا پایین. بشین اینجا. نه 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 حرف بد نزن. نه تو بوی گل میدی، خیلی هم تمیزی. منو گفتن چی؟ پلیسم تهمت غیبت، من زن دوم 3 طلاقه مهریه رو کی داده کی گرفته؟ اربا برو جمعو رو فردا بیا، فیتین فردا تعطیله. چی میگی تو؟ خفه شدم. سرکار بود کلونی عطر یه چیزی بزن ببینم اینجا. اکبری این کوله رو بزن. چشم قربان چشم. سرکار برو اون پنجره رو باز کن، این بچه هم هدایت کنی بره تو حیاط. بفرمایین آقا اکبری این بچه رو اینجا گذاشته، خودش کجا رفته؟ اصلا ببینم اینجا رئیس کیه؟ من میخوام رئیس رو ببینم باید صحبت کنه. رئیس منم. سلام، حالت خوبه؟ علیک سلام. آقای رئیس، این بچه گم شده، بی زحمت هم بشورینش هم مادرش رو پیدا کنیم. فقط چی؟ فقط نندازینش زندان. دست تو شیفه کسی کرده، از دیوار خونه مردم بالا رفته، کلاهبرداری کرده، فقط یه خرابکاری کوچولو. خرابکاری؟ فهمیدم تو کجا دیدم. تو پارک؟ اکبری بله قربان. این متهم چرا آزاده؟ متهم تو زندان قربان. این همونیه که خونه رو منفجر کرده 3 بار گرفتیمش فرار کرد؟ منو میگه؟ ولی اون تو زندان قربان. بگو بیارنش. اطاعت. متهم خرابکار، بیا بیرون ببینم. پسرمه؟ کلاه قرمزه؟ کلاه قرمزه؟ پسرمه جان هو. کلاه قرمزه؟ مبارکم بچه عروسی؟ نه پسرمه جان، عروسی چیه؟ اگه من ازدواج کنن که تو باید ساق دوش باشی. مثل این که شما هم دیگر میشناسین. آره؟ میزن؟ این متهم خطرناک فامیلته؟ ما اصلا پسرمزا جان نداریم که آشنوس داشته باشه، خونه منفجر کنه، همساده ها برن شکایت، خودمون فراری و در به در و آواره. به عروسی کلوش سرکار، عروسی عروسی بچه نگو بلا بگو آفتابه کلا بگو بچه نگو بلا بگو یه بلایی سرت بیارم که همه همسایه ها و مردم از دست یه نفس راحت بکشن. حالش بده؟ میزن؟ تو اون بچه رو ببره بشورش، مادرش پیدا شد صدات میکنم. من نمیتونم بشورمش، من عاجزم، من حال تحول میگیرم. اگه بشورینش شا اصلی بتونم ببرم. عزیزم کی بشوره؟ سرباز؟ متهم؟ شاکی؟ میدون اینجا کجاست؟ من بشورم. من بشورم؟ من میخوایم بچه کلاه قرمزی علاوه خودم بعد با شستشو کردم. چی میگه این؟ میگه فامیل به چه دردی میخوره؟ بچه کلاه قرمزی جان مثل جوجه خودم میمونه، دندم نرم، چشمم به تاق، پشتم به دیوار، آب زیر پام، دستم تو آب. یعنی چی؟ میشوره بچه رو؟ بله میشوره.
مال بدبختی بیجورگی برای دستم لو زندان آقا من چجوری آقا بچه من مشروب باید شده میگه دستم رو باز کنی میشورم. چه خبره؟ بچه ها نکشه پسرم رضا جان نکنه بچه همو بچلونی. احترام بزرگتر برای بزن این همش میزن باز چنگ بیادبی حیوانم میگم مامان بشورم. اکبری چی شد؟ بچه شسته شد؟ نه قربان میگه باید مامانم بیاد منو بشوره. گرفتاری داشتیم گرفتاری ها برداشتش این سطلس بزرگی تشت پر آب. من نمه بچه زور داره زور برداشت پرت کرد خورد تو سر این یکی اومد این بر در بره بیرون پاش رفت رو صابون رفت رو هوا اومد پایین. بعد شیلنگو برداشته دور سرش داره میچرخونه میشه 2 تا خورد تو کمر من کمام کبود شدم. یه دقیقه صبر کنین. خلاصه آخرش هم این اگه بزرگ شه موقع چی بشه واقعا. داغون پاغون شدن همه‌شون از دم. آخرش هم این بچه در رفت. یعنی اون متهم خرابکار فرار کرد؟ نه متهم نه بچه اونم رفت دنبالش اومد بره یه دفعه چیزی خورد تو سرش قش کرد زمین بردیم زندان. نمردیم و گلن خوردیم بابا فا زندان انقدر ساحل ندارن پارو بزن. خوشت مامانه میگفتن تمام تن خالکوفیه امروز با خودکار نکشیدن که مال قدیم مدیماست. آخه من بودم و جلال و غلام یکی هم بود قلی تریلی هیکل داشت از شما نه دور از جونش از 7 گاب. بعد دعوا من بزن اونا بزن من بزن اونا بزن من بزن گفتم ماست خوردی با کله پاچه خیال کردی باقالی بچه مخامو خوردی کم حرف بزن مخامو خوردی غذاتو بخور. آخه با چیم بخورن؟ خودت قاشق داری من که ندارم که. خب برو از سرکار بگیر سرکار یه قاشق بده. خیلی خوب دیگه. سلام سرکار آقا جان. آقا جان یادت رفت قاشق بدی؟ قاشق از تو قدغنه. واسه چی؟ اون دفعه که قاشق دادیم فرار کردی. فرار کرده؟ با قاشق؟ یعنی من سوار قاشق شدم قاشق پرنده رفتن هوا. چیکار داری میکنی؟ برگرد تو پسرمه. حالا آزاده خودم چشم من پسرم مزاجان نیستن که من کلا قرنزیه اون که بچه‌ش آورده بود به چوری فهمیدی که نه اونو شاسی نه مامان بچه رو پیدا کردی من تو رو خوب میشناسم پسرمه حقوق با نه آقای نه سرکار جون گوش کن ببینم این راست میگه این بچه اون یکی دیگه بود اون طفلی دیوونه حرف زدن بلد نبود که آقا میگه همینه فقط بلد بود ولی این مخ منو خورده از من حرف زده. اون هر کی دوست داری اینو بفرستیش بره جای دیگه دارم خاطی میکنم. چه خبره چرا شلوغش میکنی؟ قصه قاطی رو برات تعریف بچه آخه این چیه یه آش یا سوپ؟ نه آش نه سوپ هیچ شدم مگه هرچی باید یه چیزی باشه. آخه این چیه اسمش چیه؟ این غذای کمکی. مثل چی؟ مثل لوازم یدکی. مگه چیه؟ با چرا بو میده؟ بو نمیده. یه بویی میده. بو نمیده. چرا یه بو این بچه هره میده بکن. آره بو گند میده. چی ریختم توش بوی گرفت؟ یه بوی بچه تو چجوری اومدی اینجا؟ کلا قرمزی کو؟ دیدی گفتم میاد. پسرمه بذار من حساب اینو برسم. خونه منفجر ما در به در آواره. خودش هم فهمید اشتباه کرده دیگه. مگه همسایه ازت شکایت نکردن افتادی زندان؟ میگم مگه زندان نبودی که همسایه شکایت کردن افتادی زندان بعد من باید پول جور کنم بدم خسارت همسایه تا تو آزاد بشی؟ من تو کلانتره گوه رفته بودم زندانشه با بازداشت بدم کلاغر بچه بچه نکنه زندان فرار کردی؟ نه من میگم بچه بوگن شستشو بچه کنم بشوریم بچه نمیخواد بشوری برگرد زندان. قاشق چیه؟ ای بابا قاشق چیه؟ قاشق دیگه بابا قاشق بابا لوی کلانتری که نمیشه برکنه با قاشق بعد ببرم اونجا کلاغر بزنم نه قاشق. خیلی خوب اینقدر هرس نخور برو یه دونه بردار. چی بود؟ ماشین چی بود؟
میکنه. چونین قفای ببین منچه جان اینجوری میخونی هیچ وقت آزاد نمیشی. ناشه راویه تو من خوشحال ها. ببین گفتم نخونا. چرا زندان پشت رو شد؟ حالا چجوری شفا رو دیوار بخوافه؟ سقف کدوم فره؟ چی بود؟ چی؟ اومده ای بابا این دیوانه دوباره اومد. پسرم مزا جان بچه رو برده پیش آقای مجید. آقای مجید بچه تحویل بود بشوز که با من دعوا بگرده من دوباره بیشتر بگرده. تو بیا از چالا بیا پیش آقای مجید. ما بیایی لای زندان. خیلی خوب من میرم ولی با اون قاشق غذا نخوری یا اون کفیسه. بوی طبیعت. اکبری بیا اینجا ببینم. چیه؟ چرا قیافت اینجوریه؟ باز اون زندانی خطرناک فرار کرده؟ نه قربان گویا یه اشتباهی شده احتمالا. اونی که بیگناهه تو زندانه، اونی که گناه خطرناک بود فرار کرده. من چه گناهی کردم که تو باید نصیب من بشی؟ یعنی اونی که بچه ها رو آورده و هیچ گناهی و جرمی مرتکب نشده الان توی زندانه؟ میدونی یعنی چی؟ اون یکی کو؟ چی؟ ببین رئیس گفت که شما آزادی. من معذرت میخوام یه اشتباهی شده بودش. معذرت میخوایم به هر حال. بفرمایید. آزاد؟ آره دیگه بیا برو. بابا جون بیا برو آزادی شما. باید بری تشریف ببر. سرکار این اون نیست. اون فرار کرد رفت. خودمون میدونیم فرار کرده دستگیرش میکنیم. میدونی ولی این همونه که از تو چی کار میکنی؟ سبیلتو بکنیم؟ ولکن سبیلا گفتم. میگم ولکن سبیلا. چتونه چه خبره؟ ولش کن ببینم. درو واکن فرار میکنم خودی دیگه یک آزادی. بیا ولکن برو درو واکن برو. بزنیم. برو ما کرد آواز دادید مبارک باشه. برو. فقط خواهشم میریم بچه تمیز بشوریم مریض میشه. حالا ما دفعه میگم لگت میزنی بزن، کف گرگی میزنی بزن، دست به سیبیل ما نزن. سرکار کارش قدم گفت چی بیا من از بچه میترسن. بفرمایید. به سلامت. بیا این شسته نشده. بیا چشم اومدن. بیا نگاه کن انگار چند سال همون نرفته. دیگه نمیتونم. دیگه نمیتونم. بیا بشور. نه دیگه نمیتونم. تازه فایده چرا میگن جای مادرها تو بهشته. با اصلی هر روز به این مادرها جایزه بدن. دیگه باید بشوری. بیا بازم مونده؟ آره یه دونه دیگه. هر چی زرده بعدم میاد. تمیز میشی مامان میشی. آخه تمیز شد بچه ما تمیز شد. سب کن ببینم تو اینجا چیکار میکنی؟ گفت از لای زندان آزاد. خوشمزه. خوش به حال. بخور. خوشمزه است پدر جان. من گوشتم. وای مجبوری با بچه قدر غذا نبودم. من قدر غذا نمیدونم. من بخورم. پسرم مزا جان تو خیال میکنی ما الان دلن لک زده یه قاشق از اینا بخورن؟ هیچ چند نه خیره چم اصلا. من میل دارم. من تمایل. باید ببینید الان همه میگیریم میخوابی خب بعد صبح بلند میشیم صبحونه مفصل میخوریم. خوبه؟ بچه جان خیال نکنی آقای مرجی الکی هر شب اینا میگه ها. ما وضعمون خیلی
خیلی خوبه. فقط خوب مجبورین رژیم بگیری که هیکلمون خراب نشه دیگه. آخه میخوره زیادی خوردی ها. چیزی نخورده. سکسکه میکنه. بچه سکسکه میکنه یعنی چی؟ یعنی داره روده گشاد میکنه. الان باید بزنی پشتش، آروغ بزنی. خالی که نمیشه. من میزنم. بگو پسر خاله جانم بخونه. میخوام برم نون بگیرم. چی گفتی؟ لواش یا تافتون بگیرم. چی گفتی؟ میخوام برم خوشمزه بگیرم. چی گفتی؟ دامبول نیمبول بابا جشن بچه سرونه جشن هرو دیرون بچه چی گفتی؟ میخوام برم نون بگیرم. چی گفتی؟ لواش یا تافتون بگیرم. چی گفتی؟ میخوام برم نفت بگیرم. چی گفتی؟ ببین بچه جان همه خوابیدن. تو یه آروغ بزن بخوابین. بیا این کتاب رو بهت نشون بدن. از که حیوونا رو ببین. نگاه کن. این شیره تو جنگله موهای سرش بلنده. اسمش چیه؟ جوجوه. خیلی خوب باشه یه آروغ بزن. اون صفحه قفلی بهت نشون دادن. فیل دماغش دراز بود. فیل گوشاش مثل باد بزن بود تکون میخور. اون اسمش چیه؟ فیل جوجو، شیر جوجو، زرافه جوجو، همه عالم جوجو. یه آروغ بزن بخوافیم. خب این بچه هایی دیگه کپا مرگم بزر دیگه کشته برم دیگه. نه خیلی هیچ اینجوری نی. این چلا قوه مال بزرگاست. نمیشه بچه ها بازی کنن که برق میگیرد بدتر خوکش میشی. یا آروغ بزن. بچه جان زور شد دیگه بگی بخواب. مامانو بخوابین دیگه. بچه نمیذاره بخواب. کلاغر بزن. این بچه مادر من بابا یا فردا بیاره من آستین بالا بزنم. من زن بستونه زن بستونه بکنه. نمیخواد پیشنهاد بدی که فردا برم ازدواج کنم که خانومم بچه‌مو نگهداره. الان مثلا شی نهار بخوری. خداحافظ. شب بخیر. شب آفتابی بخیر. کار زندگی داریم. چی شد؟ صدا انفجار بگیرش. زلزله. بچه جان خوفه نترکیدی. همه رو بیدار کردی که تا یه خورده کم بخور منفجر نشی. ترکید. بگیریم بخوافیم. شب آفتابیتون بخیر. چی شد؟ اینجا شهره که من اصلا تکنولوژی دارم. خروس ساعت زنگ بزنم. موبایل من زنگ بزنم. اوغلوغو با چه بدارم حیوان. می اول چسبون. یه کلمه دیگه میخوایم بنویسیم. مادر. این مسخره بازی ها چیه؟ کی اونجا صدا میکنه مامان؟ جان همون مامانت بگیر بخوا. بچه ننست دیگه خانوم. این مادر تو نیست. این خانوم معلم خودشم بچه داره. بیا بیرون لا رفتین دیگه. بچه قنداقه برای چی آوردی سر کلاس؟ اجازه از دهن اون فرد گفتیم میخوایم بریم مدرسه. گفت منم با استی بیام. تا حالا مدرسه ندیده دیگه. گفتن شاستی اینم یه چیزی یاد بگیره. منم هم بچه داری کنه هم درس بخونه. چه کار کنیم دیگه؟ من این من نگاه کن پشت سر نگاه کن. بابا من سر نگاه کن. بیا برای اونجا که من بخوایم اونجا بشیم آستین بالا ببرم. این کیه دیگه؟ پسر عممه. میخواد واسه من آستین بالا بزنه. من ازدواج که خانوم این بچه رو نگه داره. شانسی مقشای منم بنویسه. بیا بریم عروس. ببینین ما یه بچه داریم اومدیم خواستگاری که دخترتون این بچه رو نگه داره سفید بخت بشه. خب اومدیم خواستگاری دیگه. خب عروس خانوم تا که نتونی یه سینی چای بیاری چجوری میخوای بچه نازنین منو بزرگ کنی؟ پسرم رضا جان اونا به ما میخندن تو به چی میخندی؟
عروس خانم اینقدر لشبازی در نیا. چی؟ آه. چی گفتی؟ من پخ شده. فکر کنم دماغم شکسته باید عمل کنه. اونم سربالا. حال نده. چی گفتی؟ این گفت برای خواستگاری. خواستگاری سخته مگه الکیه؟ خواستگاری دردناکه. هر کی میره خواستگاری اول باز رفته باشه سربازی. سربازی؟ آدم رو روز تو بیار بالا. سربازی که میگن اینه. نگاه چه جای خوبی آوردم. من خودم تو رو آوردم. من سرباز زیختری نگاه چجوری وای میستم. خب وایسی مگه چیه؟ من که آهای شما دوتا اونجا چیکار میکنی؟ چش بادو کلاغ بزن. پسرم مزا جان بگی بخواب. این سربازا راستکی خوابیدن. آره پسرم مزا جان سربازا با اصلی استراحت کنن. سربازا کی خوابه؟ خواب بودم. ببخشید بخواب. چه وقت خوابیدنم. کلاغ بزن. هی ما میگم سربازی بس بیا برو دوباره خواستگاری. بالا برون عروسی جشن عروسی. به پسرم مزا جان این همه جوون دم وقت اینجا خوابیده. اون وقت اسم عروسی یا ازدواج اینا میاد. خب اینا بیخواب میشن تا صبح خوابشون نمیبره. بگی بخواب شب بخیر. سربازا کی خوابه؟ خواب بودی پوزک میطلبه. ببخشید من زامن بخوابیم بفرمایید. ببخشید بخوابیم. کلاغ بزن. چیه دوباره؟ آقایون سربازا سفت بخوابی. این همش میخواد ما رو بیدار کنه نکنه بخوابی. بگم من گفتم که بخوابی. آشپز جان برای این یه خونه بیشتر بکش. خیلی قشنگ کن دیگه. اینجا چه خبره سرباز؟ قربان این آشپز جدید اصلا غذا نمیده. یا کم میدی یا چیه آخه به من دادی؟ به اون 2 برابر دادی به من کم دادی. اون آواز خون تام بخون شاستی بهت بدن. عزیزم چونه نزن. برو نفر بعدی. برو تو صف. چی شد؟ چرا رفتن؟ برو تو صف. اینجا چه خبره؟ برای این نکش. غذا نمیدی به همه. کارا یعنی چی؟ کی سر آشپز عوض کرده؟ اون کجاست؟ فرستادمش برای مرخصی. تا هم غذا میخوای با اصلی آواز بخونی بلدی؟ با اخ نکن یعنی بلد نیستن. من میخونم یاد میگیری. غذای هر شب ما نون و پنیر و پتاسه. خلصه یه شب بسه 2 شب بسه 3 شب بسه. بخورن یا نخورن گشنه میمونن. قدر آشه نرو. اینا جفتشون بازداشتن همین الان. سر کن آقا جان. اون ماشینا اون سربازا اونا کجا دارن میرن؟ دارن میرن میدون مانو. میدان مال رو کجاست دیگه؟ دور آفخونک تو بخور. آفخونک؟ ماشین چی بود؟ پسر امزان جان کسی آفخونک آورده. اونجا چی کار داری میکنی؟ میکنم باز با قاشق کفیف؟
این یه مانوره. ما با دشمن فرضی که در اون طرف قرار داره می‌جنگیم. اون مواضعی هست که ما به اونجا حمله میکنیم و میخوایم اونجا رو تصرف کنیم. این یه جنگ نمایشیه. این جنگ واقعی نیست. ببینید دشمن فرضی که در اون طرف قرار داره. آخه آزادی چه راه طولانی بود پسرم رضا جان. ما با کفگیر می‌جنگیم. چی کار کردی پسرم رضا جان؟ وایساده ما کاری نکردن که. اشتباه کردی. از تو فیلم ها اومدیم بیرون. امتجان جان نبره. کلاغ مثل بیا قایم شو پسرم رضا جان بیا این وقت کجا قایم شده؟ اینقدر پیچ داره. بیا ببین. هم داری؟ روشن شد دیدی؟ به کدوم پیچ زدی روشن شد؟ تو نمیتونی پیدا کنی و فقط ماشینو من روشن میشم. این برای خدای خرماز میده. الو کلاغ قرمزی به پسرم رضا جان. سلام حالت خوبه؟ امان به خودت سلام. بانگیش به کفتر تمام. چرا خوشگله کلاغ قرمزی. این توش همش سراغ داره برمون داره. اونجا چه خبره؟ دولت جمع کن بکنه سرچله مردم. کی بدون اجازه رفته اونجا؟ آقا چک و فلک مورد عمل می شود. سربازا کی خوبه؟ برو دشمن فرضی رو ول کنید. یکی بره اون دیوونه رو بگیره. سلام رضا جان با اون نمیتونی مسافر سوار کنی، نمیتونی پوز بدی. فهمیدی؟ من خدای رفتم پیاده. بابا اون که از زندان در رفته. آقا که از زندان فرار آخ چقدر بدبختی. باز هم صداها، باز شکایت. بیچاره آقای مجری. کلاغ قرمزی این پسرمه مگه نگم من از زندان آزاد شدم؟ میگن فرار کرده که. سلام حالت خوبه؟ نمیدونم ولی الان فکر کنم زندان باشه. بفرما میگه رفته زندان خودش. زندان به چه درد میخوره؟ من دارم تلاشمو میکنه. من که بیشتر از این نمیتونم. کجا بودی تا حالا؟ دنبال مامان میگشتم. پیدا کردی؟ نه بچم کو پسر خاله جان. ناز داره من. اینجا قایم شده بودی؟ پاکسل من بیا بیرون. بیا گیره نکن. بالاخره من برات مامان پیدا میکنم. بچه جان بهت قول داده بودن قبل از خواب مامانتو پیدا کنه. پیدا کردن اومده. فقط باستی تو ته بشمور یا ببینه چجوری اینو میپوشه. مال سرش کجا کنه. شلوارو چه کلام کرده که نه این دانه این باری باستی دارن. 7 و نیم 6 بیا دیگه مامان جان. 9 و نیم بیا اومد. قربونش برن بچه گلن. مامان فدات چه. مامان دور برت بگرده. مامان قربونش برن نازدار منه. قربونه درن چه بچه خوبی. دور برت بگرده عزیز دلن. آقای کلاغ قرمزی پسر خوبیه ولی چرا تا الان تو رو نخوابونده؟ قربونش برن نازدارمی. آره عزیز دلم من مامانتم. رفته بودن خرید یه خورده طول کشید. آخه خیلی چیزا برات خریدن. حالا بخواب صبح همه رو میبینی.
بله تاپ خریدن، سرسره خریدن، اله کلنگ خریدن. الهشو جدا دادن، کلنگشن یکی دیگه داره میاره. سنگینه دیگه، من نمیتونم بیارم. امان از این دل مهربون. اون ستاره آسمونه قربونت برم. اون از ستاره آسمونه. بچه جان اونم ستاره است دیگه. تا صبح هم بپرسی آسان پر ستاره. من رد شستن خستن جارو کردن بهشونو به مال به صاف کردن. بخوام آره دیگه قربونت برم. من مامانم دیگه. مگه مامانا چی دارن؟ به این روسری سرن کردن، دامن پوشیدن. من مامانم دیگه. من خستن ظرف شستن جارو کردن. الانم باید بخوام. تو هم بخواه. شب بخیر. لالا بخونه به شرطی که بخوافی آخوف برادر بخوام باریکلا چشتو من خوف توش نره. لالا لالا گل زردم ببین ماما چقدر خستم. لالا لالا آخه مامانو دوست داری؟ قربونش برم منم تو رو دوست دارم. من میخوام برات مامان خیلی خوبی باشم. تو هم باستی قول بدی بچه خوبی باشی ها. گفتم درسا بگو شیطونی نکن. چی گفتی؟ ماماندار شدی حالا بابا؟ گفتم این لباست تن در بیار مامان شدی حالا بابا میخواد. این بچه هست خیال میکنه شوهرگیار آوردن به این راحتیه. دخترها دسته دسته بی شوهر موندن. کی میاد منو بگیره؟ ببین من دارم میرم یه جای کار دارم زود برمیگردم. دوباره بابا که شب دیر بیاد خونه فوتبال نگاه کنه تا صبح هم خورخور کنه نذاره ما بخوافیم. آخه بابا سرزی زمستون از کجا بیارن؟ حالا قهر نکن دوباره بچه جان. پسر خالد جان انقدر نکن الان از سقف مترو میافتی پایین. بیا به من چی میگم بدبختی داره. چیه؟ بچه‌م داره قله قله عکس میریزه مثل ابر بهار و پاییز و زمستون. میگم که خب من که مامانتم. میگه نه بابا. من باباش نمیشم کار دارم. من نمیبینی بابا میخواد. نمیشه که من هم مامان باشم هم بابا. انصاف پسر خالد جان. چی گفتی؟ یادت گفتی تا توانی دلی. بیا دیگه. آره دیگه بابات اما مسافرت اومده تو رو ببینه. من اومدم. سلام علیکم. چه تیپی زده بابای بچه. فقط از بس کار کرده سیفیلاش سفید شده. خب دیگه من باز برم سر کار. کی هنو از در نیومده باستی بری سر کار. خب بابا ها باید برم سر کار دیگه. بابای بچه جان بیا اقلکم به بچه شعری چیزی یاد بده. بخونه جلوی در همساده ما یه خونه پوز بدیم. چی گفتی؟ چش دو ابرو دماغ و دهن یه گردو چوب چوب شکمبه. این بچه قشنگه. چی گفتم؟ اینا چیه یادش میدی؟ منو نگاه بابا جان بچه. دویدم و دویدن دویدم و دویدن سر کوی رسیدن یه بچه را دیدن هیچ مادری ندیدن هیچ پدری ندیدن. دوتا خاتون میدیدن دوتا خانوم میدیدن یکیش به من آف داد یکیش به من نون داد. نونو خودن خوردن آبو دادم به بچه. بچه کجاست تو باغچه چی میخوره آلوچه آلوچه یه باغ بالا چش نخوری ایشالله چش نخوری ایشالله. بچه 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 هم دو اصل بچه 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 نرخ و شکر بچه نرخ و شکر بچه. بچه باید مؤدب باشه. ادب خوبه. این بچه ننست این بچه ننست
بچه ننه مثل منه، همیشه دنفال منه، رو پولمه رو گوشمه، میپره با خرگوشمه. همش میگه ممی آف میخوای، ممی دنده میخوای، ماما آقا میخوام، ماما بابا میخوای. همین بابا که نازه مثل گل پیازه، وقتی میاد به خونه کمکش خروس میخونه، کمکش خروس میخونه. نیافتی بچه ننه زنگ میزنه، جیب میکشه چنگ میزنه، ویالون و دنبک میزنه، میگه مامان نیمش میخوام، رنگ نناش نیمش میخوام. داشتم من، میگن که باباشم من، میگن که باباشم. بفرمایید کنار شما. داشتم من، باغبون و آواشم من، فرچه کم باشم من، تدیگه هر آشم من. بس دیگه، مادر که این کارا رو نمیکنه. بس کن. چی کار داری که موام بیرونه؟ اینجا خونه است، از کی رو بگیرن؟ ما رفتیم پارک، هی به من میگه چرا سوار تاپ میشی میخندی، چرا سوار سرسره میشی میخندی، اونجا خندیدی اینجا اگه به خاطر این بچه نبودا من میدونستم و خودت سوختم و ساختم واسه این بچه. من نمیتونم بچه نگه دارم. من نمیتونم، دخص و مخشم همش مونده. منم نمیتونم. چقدر خیلی صرف بگیرن؟ آخه غیبت هم یه حدی داره تو مدرسه. منم نمیتونم، کار دارم. منم نمیتونم. میتونی بتون، نمیتونی نتون. نمیتونی بتونم خودتی، فهمیدی؟ ببینی چقدر خودتون رو گرفتار کردی؟ میبینی؟ ما خودمون کلی گرفتاری داریم، اون از همسایه ها، اون از پسرمه. بابا یکی دست این بچه رو بگیره ببره بده به پلیس، تموم بشه بره. که بندازنش زندان؟ نه، مگه شما خوشبختی این بچه رو نمیخواد؟ چرا؟ خیلی خوب، ببریم بدیم به پلیس، پلیس میگرده مادرش رو پیدا میکنه، بچه هم خوشبخت میشه. پسر خاله جان چی شو؟ قصه نخور، باش مهربون بودم. چیکار داری میکنی؟ ماما کاری نمیکنی؟ بیا وایسه اینجا، وایسه اینجا، تکونم نخور. بچه کلاه قرمزی؟ اینجا چی کار میکنه بچه؟ کلاه قرمزه؟ سرکار عاشق داری؟ ای خیلی قصه خور. پکره قصه خورد بعد خوشحالم باشه. بایستی خوشحال باشم پلیس بچه ما گرفته. میدونی چی پیدا کردم؟ چی؟ دفترچه حساب پسنداز کلاه قرمزی. دیامه؟ چه بانک خوشحالیه، چرا تا حالا من نهی برده بودی اینجا؟ بفرمایید، اینم خدمت شما. همه این پولا مال منه؟ بله، ایدیات دیگه. خانم میشه این دفترچه بانکش سوخته اینو عوض کنه؟ بله حتما. چرا سوخته؟ ما خیلی سوختیم و ساختیم دیگه، اکشان نداره. چند لحظه تشریف داشته باشید. چیزی ای بابا، اینجا چی کار میکنی؟ چی شده؟ اکبری چرا قیافت اینجوریه؟ اون متهم اومده بود اینجا، این بچه بود گم شده بودش، کوچولوه، بو میداد، بعدن دیگه بو نمیداد. خب متهم فراری هم اومد، اونم بودش، اونم بود، جفتشون با هم بودن. بعد اومد یه دفعه دیدم نیستن، یعنی فکر کنم اون متهم فراری اون بچه که بو میداد بعدن بو نمیداد ورداش فرار کرد. اکبری من دست تو چی میکشم؟ بیچارم کردی. بیا برو به تمام واحدا بگو
اون متهم فراری که اون بچه گم شده رو دزدیده هر کجا دیدن دستگیرش کنن. کجایا؟ کلاه قرمز باز ادای بزرگتر در بیادبی کلاه قرمز مبارکا پولدار مرفه حساب بانکی 1000 جواز نقدی. نازدار من آوردی دستت داره مگه نمکدونه اینجوری تکونه شدی ودشه. ببین آقای مرجی اینجا نشسته اگه ببینه دعوت میکنه اونها دستت درد نکنه. بوگل شد شو ما شما والله پلیس با سختی پلیس اون بالا که نماده که حالا بره لای زندان. خیلی تو هم برو همون لای زندان. خداحافظ. نازدار من قصه نخوری ما دیگه انقدر پولدار شدیم هر چی بخوای دیگه برات میخرن. جدی باور کنین ما برای بچه‌ها کلاس‌های آموزشی گذاشتیم که کار بانک رو از همین بچگی یاد بگیرن. توی بانک؟ آره یه بانک کوچولو براشون درست کردیم همین پایین. نمیخواد واسه من جان تعریف کنی این بوها چیه راه انداختی؟ حالا من خوب برو بالا مبارکتون باشه. شما بفرمایید یه دوست دیگه هم اون بیان. مرسی. اینجا اون کلاس آموزشی که بهتون گفتم. اینجا بچه‌ها با کار بانک حضوری آشنا میشن. عزیز از اون بالا چی میبینی؟ با متهم میبینم با همون بچه که گروگان گرفته. میخوام حساب باز کنم. حساب پسنداز. چه مبلغی؟ 20,000 تومان. چه یه بویی میاد. بله. چه خبره؟ مثل اینکه یه اتفاقی افتاده. چی کار کردی دوباره؟ آقای مرجی بیاد خیلی دعوامو میکنه ها. جناب سروان انگار گاز اشکاور زدم. بزنمش؟ نه بچه ها متهم هر دوش سالم میخوام. خودش هم داره میاد بیرون. هوای آزاد چه خوبه. آخه خیلی ممنون. خواهش میکنم. تشکر. خواهش میکنم. بفرمایید. برو بالا. نازدار من چی کار کرده مگه؟ قول میده بچه خوفی باشه. گناه داره آخه بچه خوفیه. نازدار من چرا اینجوری شد؟ بچه‌مو کجا میبری؟ اسمت چیه؟ کلاه قرمزی. فامیل چیه؟ کلاه قرمزی. نه تو کلاه قرمزی نیستی، تو پسرمه. باشه اگه پسرمه باشه ولم میکنیم برن خونه. خیلی خوب. آخ دوباره یکی دیگه از اول. ببین بچه ما اینجا گنده تر از تو هاشو به حرف آورد. یعنی چقدی؟ سلام. اینجا آخر خطه. یعنی پیادهشم برن خونمون اتوبوس؟ بهتر حقیقتو بگی و خودتو خلاص کن. مگه من ماشین خلاص بشم برم بیافتم تو دره؟ ما آقای کلاه قرمزی هم دیگه. چرا اینقدر اصرار داری که اسمتو عوضی بگی؟ تازه اصلا اسم مهم نیست. کارهایی که کردی خلافات. اقرار کن پسرمه. اقرار میکنه مالی به شرطی که به کسی نگی ها. ببین آقای مرجی به من میگفتش که هیچ وقت به مسائل شخصی من دست نزن. خب اون وقت خونه نبود، اون وقت جراباش افتاده بود کنار اتاق، من برداشتم پوشیدم. فقط میخواستم اینه تا کجا میاد بالا یه خوردم بو میداد. خوب اقرار کردن؟ منو مسخره میکنی؟ تو چرا به دروغ گفتی اون بچه‌مه در حالی که میدونستی اون بچت نیست؟ خب بچه خودمه، اینقدر بهش غذا دادن، نازدارمه، قول میدم از این بعد همیشه بشورمش. لازم نکرده بشوریش. جهت اطلاعات باید بگم که مادر اون بچه پیدا شده.
مادرش عکس بچه‌شو تو تلویزیون دیده، بعدش هم وکیل گرفته اومده اینجا و از تو به خاطر دزدی بچه شکایت کرد. کدوم کانال؟ نه میگن یعنی بچه‌م چقدر خوشحال میشه مامانش پیدا شده. اینقدر نگو بچه‌م. ببخشید مادر چچلکیه؟ خوکشله؟ تو دادگاه میبینیش. من اعتراف میکنه اون موقع احساس نداشتن یا حالی بودن. اول بهش گفتم من فقط میخوام باید حرف بزنم عزیزم. گفت پس چرا داد میزنی؟ بعد اون داد زن، حرف بد زن. من گلدون رو برداشتم، نه یه چیزی برداشت حمله. اول اون حمله کرد، جر زن. گفتم قفول نیست من موشم. بعد یه چیزی پرت کرد. من نمیگم جا خالی دادن، در پرونده گفتم موجود. گفتن اون اشتباهیشو هستی انداخت، رفت تو خود تو کلش، خون قتل افتاد زمین. عزیز دلم در پرونده شما اصلا موضوع قتل عنوان نشده. مگه قتل هم انجام دادیم؟ خب مگه نگین اینجا دادگاهه؟ بله اینجا دادگاهه و بندم قاضیم. خب من با همه چی اعتراف میکنم دیگه. ولی شما متهم هستید به فرار از زندان به کرات و انفجار خانه مسکونی که شاکیان اینجا بله حالت خوبه ناصر خان خوبی شکر خانوم و همچنین گروگانگیری بچه و سرقت بچه گم شده از دست خود پلیس. دفاعی از خودتون دارین بفرمایید. حاج آقا شما بزرگ همه ماها هستین، هرچی بگیم من قبول میکنم. بعدش بچه نباید این حرف بزرگتر حرف بزنه. فقط میگه حاج آقا یه جوری این بسط رو بگیر نه سیخ بسوزه نه کباب نه گوجه نه دست خودت. فهمیدی؟ بسیار خوب بسیار خوب. پس قبول دارین و اقرار میکنین به اعمال زشتتون که باعث تشویش اذهان عمومی شده؟ اونی که میگه اصاف عمومی من نمیدونم یعنی چی، ولی بله تشویق کردن، کنسرت هم رفتن، دست زدن تو پرونده هست 2 تا سود کشیدن. اعتراض دارم آقای قاضی. ولی مجاز دیگه حاج آقا اکشن داره. متهم داره تفره میره، میخواد وقت دادگاه رو بگیره، میخواد مسیر پرونده رو منحرف کنه. اعتراض وارده، شما بفرمایید بشینین. متشکرم. اعتراض وارده، شما بفرمایید بگی. اونا با 2 تا ماشین بودن. سلام. جناب قاضی ببخشید یه اشتباهی شده. اینی که اینجاست کلاه قرمزیه. من متهم اصلی رو آوردم، پسرم است. ولی ایشون اقرار کرده که پسرم است. اینجا دادگاه خونه من با هستیم محاکمه. من متهم، من زندان منفجر خونه. من یک دو سه دیرها برو کنه برو. سلام 1 2 3 اعتراف میکنین 1 2 3 اعتراف میکنین. من متهم منم. برو کنه میکروفون خدا قاضی من دوست داره. بیا معامله. چه معامله؟ تو اعدام من میکروفون. این چه بساطیه درست کردی؟ ببینم کدوم از شما پسرم هستی؟ پسرم ازا شمایی؟ شما عزیزم بفرمایین بشینین. الان به اتهام ایشون رسیدگی میشه، بعدش نوبت شما میشه. بفرمایین. پارتی بازی تا کی حق آدم میخورن. همه دیدم دادگاه خودم بوده. هکی من داشته قشنگ مثل اخبار صحبت میکردن. برو کنار عزیزم. به جرم شما هم رسیدگی میشه، پروندهش اینجاست. شما الان بفرمایید، با ایشون کار داریم. شما از اتهاماتی که در پروندهتون هست اطلاع دارین؟ ها؟ شما متهم هستید به انفجار یک واحد مسکونی که شاکیان حضور دارند و فرار به کرات از زندان. حالا از خودتون دفاع کنید. از خودتون دفاع کنید. دفاع کنیم؟ بایستا کجا رو؟ برسلی وارد میکنم. ساکت آقا ساکت. نظم دادگاه رو حفظ کنید.
مسخره بازی ها چیه شما در میارید؟ عزیزم از خودت دفاع کن، یعنی حرف بزن. بگو که تقصیری نداشتی، بگو که اون ماجرا نمیخواستی. اعتراض دارم آقای قاضی، خود متهم باید دفاع بکنه. اعتراض وارده، شما خودت بگو. متشکرم. ما بیبی گفته بود که جوجه بعد داشت بازی می‌کرد، بعد گفت که پسر بعد اعتراض دارم. ما اصلا نمیفهمیم چی میگه. وارده، ما خودمونم نمیفهمیم این چی میگه. این بچه چرا صحیح و شمرده صحبت نمیکنه؟ قربان این کلاه قرمزی میتونه بگه این چی میگه. پس هر چی ایشون میگه شما برای ما ترجمه بفرمایید. شما بفرمایید به چه دلیل خونه رو منفجر کردین؟ علتش چی بود؟ آقای قاضی اجازه بچه‌ها وقتی که اون مغازه می‌خواد دراز بکنه دو روزه موشه خانم حتما باید بخره آش خشتک. بسیار خوب بسیار خوب. حالا شما بفرمایید ایشون چی گفت؟ چی میگه؟ چرت و پرت میگه. چی میخواست بگه؟ یه آش درست میکنه بهش دیگه آش خشتک. بچه‌ها خیلی دوست دارن. خشتک؟ این حرفا چیه؟ اینجا دادگاهه. قربان این منظور بعدی نداره. اگه اجازه بدیم من بیام به جاش توضیح بدم. آقای قاضی اعتراض دارم. وارد نیست آقا، وارد نیست. بذارین یه کسی درست صحبت کنه ما بفهمیم موضوع چی بوده. شما بفرمایید بگید موضوع چی بوده. سلام عرض میکنم. این پسرم عید اومد منزل ما و نرفت. اینا عادت دارن یه آش محلی درست میکنن اسمش آش خشتکه. خیلی خوشمزه. خشتک بزرگ میارید. الان اجازه بده من صحبت بکنم. چشم. بله ایام عید بود و ما با همین همسایه‌های محترم رفته بودیم گردش. این بچه با ما نیومد، گفت میخوام بمونم خونه. ما دست جمعی رفتیم بیرون و این تصمیم گرفته بود همون آش محلی رو درست بکنه. رفته بود هیزم گذاشته بود توی اجاق گاز و رفته بود بیرون که تروپسیا بخره که خونه منفجر میشه. من خواهشم اینه که بچه ها به گاز دست نزنن. هیزم چرا میذاری تو گاز؟ آخه چرا چیزی که بلد نیستی بهش دست میزنی؟ چرا ما رو در به در کوچه و خیابون کردی؟ چرا ما رو به این روز رسوندی؟ چرا ما رو به این خفت کشوندی؟ چرا؟ معذرت اشتباه کرد، ببخشیدش. بله من میبخشم، بخشیدم، اشتباه کرده. ولی یکی به من بگه من چجوری تو چشم این همسایه هم من میگم. شما دیگه کی هستی؟ به من میگن پسر خاله، وکیل اینا. کی شما رو وکیل کرده؟ همه اونایی که اینجا هستن اگه قبول دارن من وکیل اینا باشم از جاشون بلند شم. بسیار خوب بسیار خوب. بفرمایین بشین. بفرمایین. خیلی خوب. حالا شما بفرمایین. این پسرمه به اجاق گاز دست زده. اشتباه، خونه منفجر، همسایه ها شکایت، همه در به در. یه مورچه یه دونه داره میبره خونش، باد میاد و دونه رو میبره. اتفاق. یه گربه میاد لب حوض ماهی بگیره، میافته تو حوض. اتفاق دیگه میافته. این آقا که اینجاست و کنار خیابون میخوابه آقای مجریه، به خاطر مهمونش که این باشه کنار خیابون میخوابه. قرص اعصاب میخوره یواشکی تا به ما بخنده ناراحت نباشی.
به من میگم پسر خاله. نون خواستین گرفتم، نفت خواستین گرفتم. تا حالا کسی دیده من از کسی چیزی بخوام؟ نه، نخواستم. اما حالا اما حالا میخوام بزرگی کنید و این بچه رو ببخشید. بخشش از بزرگونه. جای بچه ها زندان نیست. تمام. شاکیان محترم، آیا حاضرید از شکایت خودتون صرف نظر کنید؟ جناب قاضی، با مشورتی با همسایه‌های محترم داشتیم، از شکایتمون گذشتیم، بخشیدیمشون. ساکت. بفرمایید. به هر جهت خوشحالیم که شاکیان محترم رضایت دادند و متهم به نام پسر عمه آزاد شد. پسر عمه زا؟ بله، همون پسر عمه زا. اعتراض دارم آقای قاضی. پس شکایت ما چی میشه؟ شما؟ بنده وکیل اون مادری هستم که این متهم بچه‌شو دزدیده. کی؟ من؟ بله شما. این متهم با نقشه قبلی به خاطر ثروت اون مادر اقدام به دزدیدن بچهش کرده تا با گرفتن پول به مان و منالی برسه. مال منار چیه؟ من این بچه رو پیدا کردم. پیدا نکرده، دزدیده. وگرنه چرا حال بچه الان اینقدر بده؟ چرا تب داره؟ چرا بیتابه؟ آخه معلومه شکنجه روحی شده. دادگاه باید به این وضع رسیدگی کنه. به هر حال این جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده پسرعمه بوده. زا؟ پسرعمه زا؟ بله. متهم بعدی در جلسه بعد دادگاه محاکمه خواهد شد. ختم دادگاه اعلام میشه. سرکار اونو ببرش. آخه بچه‌م مریضه. Pachinane mesemane, pachinane mesemane, hamishe dombole mane, azizame tu alfame, nazdarame, 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 nazdarame. Pache, pache, mache, kando asale bache. Pache, pache, mache, nolgo chigare bache. Nolgo bache. سکوت شما مسئله رو حل نمیکنه عزیز دلم. اگر سکوت کنین یعنی شما دزد بچه هستین و به خاطر سرقت بچه باید سالهای سال بری زندان عزیزم. خب بگو دیگه. شما بفرمایید که چرا بچه رو دزدیدین؟ بگو جانم، بگو.
من ندزدیدم. دزدی کار بدیه. من پیداش کردم. گم شده بود، قصه میخون. ولی اگه اینجوریه که هر کی یه بچه پیدا کرد با استی بره زندان، من دیگه قول میدم اگه یه بچه پیدا کرده ولش کنم بره. اصلا میندازمش تو جوف آب. صفا، سعیت، انسانیت خوب نی، مهربونی بده. نه شیر بهش میدن، نه میبرمش گردش، نه براش آواز میخونم. فقط خودم میرم یک گوشه تهنای تهنا براش گریه. این آخرین دفاعتونه؟ نمیخواین از دادگاه طلب بخشش بکنید؟ شاید مادر اون بچم شما رو بخشید. نه نمیخوام. من فقط میخوام واسه آخرین بار بچه‌مو ببینم، بوسش کنم، نازش کنم. اصلا این بچه کجاست؟ مادرش کجاست؟ سلام، حالت خوبه؟ من خیلی کار دارم حاج آقا. لطفاً زود بپرسین باز برم مهمونی. شایستم فال قهوه، شایستی هم خارج. میشه جنابالی خودتون رو معرفی بفرمایید؟ این کیه؟ مادر کیه؟ من خانم گل قرمزی هستم، مادر بچم. آیا شما قبلا این متهم رو دیده بودید یا آشنایی قبلی داشتین؟ نه آقای حاج آقا، چقدرم شلک شوهر منه. فقط اون چاق بود، این لاغر، اون بد اخلاق و بیادب بود، این به این خوفی. اون منو با بچه تو سیاه تابستون ول کرد، با منشی کارخونه من فرار کرد رفت خارج، نمیدونن کجا. اما این اصلا نمیدونن کی ها. اسم شما چیه؟ من آقای کلاه قرمزی. پس چرا ادعا کردین که این متهم بچه شما رو دزدیده؟ خب معلومه دیگه، تو فیلم ها اینجوریه، هر کی پولدار باشه مثل من بچه‌شو میدزدن. راست میگه دیگه، من خودم دیدم تو فیلم ها. شما چه جور فیلمی دوست دارین؟ من رمانتیک اخشی. آخه منه. چه جور آهنگی دوست دارین؟ کمی شاد دوست دارم. منه، ولی یکم شادتر من دوست دارم. خانوم شاکی، آقای متهم. سلام. چی داشتین به هم میگفتین اونجا؟ اینجا دادگاهه؟ خب سوال میکنه جواب ندهی. این راست میگه دیگه حاج آقا، ما که تو پارک یا خیابون یا تو دیدیش ترمز دستی نمیکشیم با دنده با حرف بزنین که جلوی روی خودت دارین صحبت میکنین دیگه. بله. عجب گرفتاری شدیم. این چه پرونده ای آخه؟ خانوم محترم، مادر مهربان، وکیل شما ادعا میکنه بچه ربوده شده، شکنجه روحی شده. آیا الان حالش خوبه؟ اول که اومد خونه حالش خوب بود، بعد که خواست بخوابه رو تختش نخوابید، رفت تو حموم خوابید، بعد رفت تو آشپزخونه، آخرم رفت تو حیاط تو باغچه تو خاک و خلا خوابید. همش آسمون رو نگاه میکرد بچه. آخه بچه عادت کرده آسمون رو ببینه. همش میگفت کلا میخوام. بچه منو میخواسته. بچم کو؟ بس کجا جا گذاشتمش؟ مگه بچه‌تون رو جا میذاری شما؟ بچه که خوفه، نمیدونه چه چیزایی جا میذارم، اصلا باورت نمیشه. موبایلم و کیفم و جواهرات گرون جا میذارم. بچه که خوفه. از نظر دادگاه متهم بیگناه شناخته میشه و آزاده. اعتراض وارد نیست. جلوی چشم ما بچه‌شو گم کرده. چی میگی شما؟
این دادگاه برای همیشه تعطیل میشه. برین دنبال این بچه. میشه لطفاً بچه‌مو دوباره پیدا کنی؟ اگه پیدا کنه دوباره نمیگی دزدیدی؟ من کی گفتم؟ تو چلک فرشته هاست عزیزم. معلومات عالی. الان پیداش کنم عزیزم. چقدر خونه مدرن خارجی قشنگی داری. به تازه کجاش دیدی؟ باد و بارون میاد خارجی ترم میشه بچی. ناز داره من قند اصلا رفتین جای من خوابیدی. بیا مرغ بی تربیت دوباره اومدی تو جای من تخم بذاری و تو روی من چش سفیدی میکنی وای میسی من رو نگاه میکنی. برو دیگه. اکشن نداره. ببخشید خانم این مرغ بی تربیته پشتشو میکنه با آدم صحبت میکنه. از کجا میدونی اومده اینجا؟ یادم اومد همینجاها باعث باشه. الان من فهمیدم کجاست. کجا رفتی وایسا؟ مگه نمیدونی من با این کفشا نمیتونم دنبال تون بیام؟ آخه دانی با فرشته های من حرف میزنی نازدان؟ با این فرشته ها صحبت نکن. بدبخت و آواره میشی آخرت هم میافتی زندان. به اینا چی کار داری؟ چی میخواستی ازشون؟ فرشته ها میخواستی منو پیدا کنن. تو گم شده بودی منو پیدا کنه؟ من که گم نمیشم. خودت گم شده بودی مادرت دنبالت میگشت. حالا کجا رفته بودی؟ آخه رفته بودی باسه من کفش بخری. چه قشنگ دستت درد نکنه. میدونم تو منو خیلی دوست داری منم تو رو دوست دارم ولی قول میدی دیگه نری قم بشی؟ چی؟ برای جشن تولد بگیرم؟ اینقدر پول و سلمتتو به رخ من نکن. فهمیدم بچه پول داری. خودم برای تولد بگیرم. بچه ها بیای میخواین تولد بگیریم. یه سری از آدما کنار خیابون میخوابن. یه سری از آدما معلوم نیست که این ثروت‌های بادآورده از کجا آوردن. یه همچین جشن تولد بزرگی برای یه بچه قنداقی میگیرن. حالا میریم با یکی از این دونه دورشای ثروتمند صحبت کنیم. بچه جان آروف بزن بریم دیگه. میشه بفرمایید این همه ثروت از چه راهی به دست آوردین؟ بچه داری. یعنی خارج از کشور سرمایه‌گذاری کردین؟ نه بابا من خودم اینقدر بدبختی داره. شما با این همه ثروت بازم احساس بدبختی میکنی؟ من خیلی بدبختم. این بچه ثروتشو به اسم من کرده. چند تا از این ساختمونا داده به من. شما میدونی این کسی که کنار خیابون زندگی میکنن چه حالی دارن و چه جوری زندگی میکنن؟ نه ندیدم. اونایی که مرغ میاد تو رخت خوابشون تخم میذاره؟ بله. نه بنده ندیدم. به نظر شما درسته همچین هزینه‌ای بشه برای تولد یه بچه قنداقی؟ حالا شما حرص نکن. میخواین شما بیا بریم مالا تو تولد که منم به هوای شما دور هم باشی. بچه جان یه آروغ بزن آفروفون رفت. تولدت مبارک. جمع چراغا رو روشن کنیم همساده ها رو خبر کنیم امشب شب عزیزیه بخورم به پاشو بریزیه مبارک تولدت مبارک تولدت مبارک شمدون فوتش کن یک سوت آفتانش کن نفس بکش به سینه مامان جونت ببینه نفس بکش به سینه مامان جونت ببینه بیا کیک و قاچش کن مامان جونت ببینه بزن قازه دو نفتی زتن دلیت نفتی
زاییده 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 اگر بولی زاییده. مبارک مبارک تولدت مبارک، تولد 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 مبارک. شمع چراغا رو روشن کنیم، همساده ها رو خفر کنیم. امشب شب عزیزیه، بخورم بپاش و بریزیه. مبارک مبارک تولدت مبارک، تولد تولد تولدت مبارک. زاییده زاییده شبکه‌ای زاییده 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 اگر بولی زاییده. نور شمدون فوتش کن، یک فوت آفتارش کن. نفس بکش به سینه مامان جونت ببینه، نفس بکش به سینه مامان جونت ببینه. زاییده زاییده شبکه‌ای زاییده 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 اگر بولی زاییده. Happy birthday.